أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 881 می باشد و در کتاب مسلم 850 می باشد. ابو هریره می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که در روز جمعه غسل بکند، غسل جنابت بکند، سپس به مسجد رود، گویا که شتر را قربانی کرده است. ثم راح، روح این بعد از زوال میگویند که سپس پیامبر میگویند که و من راح فی الساعة الثانیة فکأنما قرب بقرة. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که هر کسی که در ساعت دوم برود، گویا که گاوی را قربانی کرده است. این ساعت زمانی که وقت معلوم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد، نه اینکه این ساعت هایی که ما میگوییم که 60 دقیقه، یک ساعت، این چنین نیست. یک وقت معلومی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم او را میگفتند ساعت. گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که شتر را قربانی کرده است، نه اینکه همون شتر را قربانی کرده است، بلکه ثواب و اجری از روی فضیلت چنان ثواب را میگیرد، نه اینکه عینی شتر را قربانی کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که و من راح فی الساعة الثالثة فکأنما قرب کبشا عقرا. هر کسی که در ساعتی سوم رود، همان مدتی معین که گویا که یک گوسفند را قربانی کرده است. و من راح فی الساعة الرابعة فکأنما قرب دجاجة. هر کسی که در ساعت چهارمین رود، گویا که او مرغی را قربانی کرده است. و من راح فی الساعة الخامسة فکأنما قرب بیضة. هر کسی که در ساعت پنجمین رود، گویا که یک تخمی را قربانی کرده است. فاذا خرج الامام حضرت الملائکة یستمعون الذکر. وقتی که امام بیرون شد، برآمد، به منبر نشست، ملائکه ها به شنیدن آغاز میکنند، حاضر میشوند و ذکر و نماز به اشتراک میکنند. حدیث دلالت میکند که باید مسلمان غسل بکند و از همان مدت هایی که بعد از زوال این را میگویند به نماز جمعه رود که از این ثواب ها برخوردار گردد. و در دیگر حدیث آمده است که فکأنما قرب بیضة، یعنی در دیگر حدیث عصفور، گنجشک را آوردن که این لفظ شاذ میگویند. بیضة یعنی صحیح می باشد. هر کسی که این حدیث رو شنید باید به تطبیق این حدیث عمل بکند، مسواک بکند، بهترین لباس های خود را بپوشد، خوشبویی ها بزند و صلوات بفرستد و سوره کهف را بخواند و در روز جمعه دعا را فراموش نکند که وقتی که بعد عصر روز جمعه تا غروب آفتاب مدتی است که دعای انسان اجابت می شود و عموما در روز جمعه دعا را فراموش نکند. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.